سلام خدمت همه شما محصلین گرامی. امیدوار هستم که در هر گوشه از خاک کشور عزیزمان افغانستان که به سر میبرید جور و تیار و صحتمند باشید. انجینیر فاطمه مرادی هستم، مدرس درس کیمیا. شروع سال تحصیلی جدید و ورود شما را به صنف دهم تبریک عرض می‌کنم. با درس کیمیا صنف دهم در خدمت شما عزیزان هستیم و قبل از اینکه درس کیمیا را شروع کنیم لازم هست که یک مقدمه بر درس کیمیا برای شما عنوان کنیم. کیمیا چه درسی هست و چرا لازم هست که ما این درس یاد بگیریم؟ دوستان، کیمیا به زندگی ما خدمات ارزنده ارائه کرده. خیلی از موادی که ما از اینها استفاده میکنیم مدیون علم کیمیا هستیم. به عنوان مثال ما نفت را در پالایشگاه او را در واقع تقطیر میکنیم و از اون مواد بسیار مفید استخراج میکنیم. مواد نظیر تیل، نظیر بنزین، نظیر گازوئیل را اینا از نفت استخراج میشه. موادی مثل پلاستیک ها که چقدر زندگی را برای ما ساده تر کرده با کمک علم کیمیا از نفت استخراج میشه. داروهای مختلف که برای در واقع درمان بیماری ها استفاده میشه مدیون علم کیمیا هست. بنابراین اگر ما نگاهی دقیق تر در علم کیمیا بیاندازیم، کیمیا علمی است که زندگی را برای ما بسیار ساده و شیرین تر کرده. پس لازم است ما این علم یاد بگیریم تا بتونیم که زندگی ها را برای خود و برای بشریت راحت تر و پیشرفته تر کنیم. فصل اول کیمیای صنف 10 در رابطه با تئوری انکشاف اتمی. ما در فصل قصد داریم در رابطه با تاریخچه انکشاف تئوری اتمی و در رابطه با معرفی ذرات درون اتم و مدل اتمی بور با هم صحبت کنیم. دوستان، تاریخچه انکشاف اتمی تاریخ بسیار طول و دراز داره. مدل هایی که ما امروزه برای اتم استفاده میکنیم به یک باره به دست ما نیامده. این مدل ها با زحمات و کوشش های عالمان زیادی در زمان های گذشته انجام شده. یکی از این علما شخصی به نام دیموکراس، یک فیلسوف یونانی بود. دیموکراس در زمانهای قدیم با امکانات کمی که در اختیار داشت و با مطالعات خود در یک نتیجه رسید. در چه نتیجه؟ در این نتیجه که همه چیز باید از ذرات ریزتر و خردتری ساخته شده باشه. دیموکراس نام این ذرات ریز و خرد اتم قرار داد. حالا اتم به چه معناست؟ اتم یک کلمه یونانی به معنای قسمت ناپذیره. دیموکراس تصور میکرد که همه چیز از ذرات کوچکتر و غیر قابل تقسیمی که در واقع از اون ریزتر دیگه پیدا نمیشه ساخته شدن. در زمان خود دیموکراس کسی به حرف او توجهی نکرد. بنابراین سالهای سال بعد از او در قرن 18 میلادی دوباره بررسی ها بر روی مواد از سر گرفته شد و این بار شخصی به نام دالتون با انجام تحقیقات خود دید بله، دیموکراس درست میگوید. همه چیز باید از ذرات کوچکتری ساخته شده باشه. دالتون به تبعیت از دیموکراس نام اتم را بالای این ذرات قرار داد و از طریق مشاهده ها و در واقع مطالعات خود یک سری نتایج را در رابطه با اتم بیان نمود که ما این نتایج را در قالب نکات عمده تئوری دالتون برای شما بیان میکنیم. نکته اول چیه؟ نکته اول این هست که مواد از ذرات غیر قابل تقسیم به نام اتم ساخته شده. دالتون در زمان خود تصور میکرد خب از اتم دیگه کوچکتر و خردتر پیدا نمیشه و نام این ذرات را به تبعیت از دیموکراس اتم قرار داد. شماره 2 میگه تمام اتم های عناصر کیمیاوی با هم مشابه و یکسانن. یعنی شما هر عنصر کیمیاوی که حالا بعداً یاد میگیرید اینا قراره که با هم مشابه و یکسان باشه که حالا بعداً میگویم چرا این حرف غلطی هسته. شماره 3 میگه اتم ها نه تشکیل میشه و نه از بین میره. یعنی کسی نمیتونه اتم ها رو خلق کنه و کسی هم نمیتونه که اتم ها رو از بین ببره. شماره 4 میگه اتم های عناصر کیمیاوی مختلف با هم ملحق شده و مولکول مرکبات ایجاد میکنه. بله، حرف درستیه. ما امروزه میدونیم مرکبات از به هم پیوستن و الحاق اتم ها تشکیل میشه. اتم ها به هم پیوند میخوره و به این طریق مرکبات برای ما ایجاد میکنه. شماره 5 میگه اتم های عناصر مختلف کتله ها و خواص کیمیاوی مختلف دارا هستن. این هم حرف درستی هست. در واقع وقتی عناصر نوعش تغییر میکنه خواص او هم تغییر میکنه، کتله، حجم و رفتارهای کیمیاوی او هم تغییر میکنه.
شماره 6. در هر مولکول مرکب معین انواع و تعداد نسبتی اتم‌های متشکله آنها یکسانه. جمله سختی بود نه؟ اصلا چی گفتی جمله؟ این جمله میگه شما یک مولکول مرکب در نظر بگیرید. این مولکول مرکب حتما از یک نوع اتم‌های ساخته شده، درسته؟ حالا شما تا شروع صنف 10 هستید، میگویید ما هم مرکبی رو نمیشناسیم. راستم میگویید. شما یک مولکول مثل مولکول آب در نظر بگیرید. مولکول آب از دو نوع اتم ساخته میشه، هیدروژن، اکسیژن. ما امروز میدانیم یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته میشه. تا اینجا قبوله؟ حالا دالتون چی میگوید؟ دالتون میگوید اگر یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و مثلا یک اتم اکسیژن ساخته میشه، این نسبت دیگه تغییر نمیکنه. مثلا نمیشه شما بگین ما در خانه یک بوتل آب داریم، یک مولکول آب از 4 اتم هیدروژن ساخته میشه، مال ما با شما فرق داره؟ نه، اینطور نیسته. آب در هر کجای جهان هستی اگر یافت بشه، هر مولکول از او از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته میشه و این نسبت تغییر نمیکنه. دیگه چی میگویم؟ میگه تعاملات کیمیایی عبارت از استقرار اتم ها و تشکیل روابط اتم ها در مولکول مرکبات بوده که در این تعاملات کیمیایی اتم های عنصرهای مختلف تغییر نمی نماید. حال دوستان، تئوری دالتون تا سالهای سال مورد استفاده بود، چون هنوز کسی نبود که نارسایی‌ها و غلط‌هایی را تشخیص بده. بعد از او بنا به یک سری دلایل مانند ای که اتم قسمت ناپذیر هست و بنا به این دلایل که گفتم شد اتم‌های عین عنصر کاملا به هم شباهت داره، این نظریه رد شد، دیگه مورد قبول نبود. بعد از دالتون یک عالم دیگری به نام آقای جوزف تامسون در رابطه با اتم نظریه‌های صادر کرد. جوزف تامسون اولین کسی بود که پی در وجود چارج‌های برقی در داخل اتم برد. در واقع اولین کسی بود که فهمید در داخل اتم ذرات خردتری هم وجود داره. کی گفته اتم قسمت ناپذیره؟ قسمت پذیره. در داخل اتم دنیای دیگری وجود داره. آقای تامسون از طریق بررسی‌هایی که انجام داد پی در وجود چارج برقی منفی در داخل اتم برد. نام این ذرات چارجدار منفی را الکترون قرار داد و در یک نتیجه رسید. نتیجه چی بود؟ ما که میدانیم ما همه چیز از اتم ها ساخته شدیم. ما هم که به لحاظ چارج برقی خنثاییم، پس اتم ها هم باید خنثا باشن. پس اگر در داخل اتم چارج برقی منفی هست، باید چارج برقی چی هم باشه؟ آفرین، باید مثبت هم باشه دیگه. مثبت ها و منفی ها با هم مساوی بوده و اتم به لحاظ چارج برقی خنثا هستن. ولی خب تامسون در رابطه با اتم یک تصوری داشت. تصور میکرد که اتم مانند یک کیک کشمشی توپره که در واقع گوشته از او خمیر از او چارج مثبته و کشمش هایی که در داخل او کیک همون چارج منفیه یا همون الکترونه. پس تامسون بالای الکترون، بالای چارج منفی نام الکترون قرار داد و تصور کرد که اتم مانند یک کیک کشمشی توپر میباشه. ولی خب سالهای سال بعد از او دانشمند دیگری به نام ارنست رادرفورد از طریق آزمایش‌های بیشتر بالای اتم گفت نه، اینطور نیست که تمام اتم چارج مثبت باشه و الکترون‌ها مثل یک کشمش در داخل اتم پراکنده باشه. اینطور نیست. آقای رادرفورد میگفت نه، آزمایش‌های از ما یک چیز دیگه میگوید. آزمایش‌های من اینطور میگوید که اتم یک هسته بسیار کوچک داره که تمام این چارج مثبت در همون هسته کوچک قرار میگیره. دوستان، هسته اتم در وسط اتم قرار میگیره. شما زمانی که شفتالو میخورین هسته وسطه، نه؟ هسته وسطه. اتم به همین شکل هسته. منتها فرقش با شفتالو دیگه که در شفتالو هسته بزرگه، در اتم هسته بسیار کوچکه. یک مثال دیگه، شما فرض کنید که ما اتم رو اونقدر بزرگ میکنیم که اندازه یک استادیوم فوتبال میشه. اون وقت هسته اتم به اندازه یک توپ بیسباله. هسته اتم بسیار بسیار کوچک است. آقای رادرفورد گفت نه، چارج مثبت فقط در یک مکان بسیار کوچک در مرکز اتم قرار داره و نام این مرکز هسته گذاشت و گفت الکترون ها در فضای پیرامون این هسته برای خود چرخش و گردش میکنن. این مدل هم تا سالهای سال مورد قبول بود، ولی باز هم زمانی که علم پیشرفت کرد دید نه، این مدل نمیتونه پاسخگوی سوالات ما باشه و این نارسایی‌ها و عیب‌هایی داره. بعد از آقای رادرفورد
شخصی به نام آقای نیلز بور در رابطه با اتم نظریه بسیار بهتری ارائه کرد. دوستان نظریه نیلز بور امروزه در واقع منسوخ شده، استفاده نمیشه. ما امروزه از مدل های دیگری استفاده میکنیم. ولی مدل اتمی بور به قدر جالب هست که حتی تا به امروز هم برای بیان در واقع معرفی اولیه اتم میشه از این مدل استفاده کرد. در مدل اتمی بور گفته میشه که اتم او هسته را داره، چارج های مثبت در داخل هسته قرار میگیره، ولی اینطور نیست که الکترون ها برای خود به دور هسته چرخش و گردش کنه. اینطور نیست. در واقع الکترون ها در مکان های مشخصی به دور هسته میگردن. نام دیگر مدل اتمی بور مدل منظومه شمس. چرا منظومه شمس میگوین؟ چون در منظومه شمس شباهت داره. خب منظومه شمس خودش باز چیه؟ در منظومه شمس خورشید در وسط قرار میگیره و کوره ها در یک سری مدارهای معین به دور این خورشید میگرده. مدل اتمی بور بسیار در شباهت داره. هسته وسط قرار میگیره و الکترون ها در یک سری مدارهای معین به دور این هسته در حال گردشه. الکترون ها با هم برخوردی نداره، برای خود الکی چرخش نمیکنه و هر الکترون در مکانهای معین قرار میگیره که ما میخوایم بگوییم در این مکانهای معین مدار میگوییم، در این مکانهای معین قشر میگوییم و در رابطه با این مدل توضیحات بسیار ما زیاد داریم. دوستان که شما در شکل نگاه کنید، در این شکل شما هسته اتم را مشاهده میکنین و به دور هسته اتم مدارها رو میبینین. الکترون میتونه که بر روی این مدارها قرار بگیره و به دور هسته اتم چرخش و گردش کنه. هر چقدر که ما از هسته دور و دورتر میشویم، انرژی ما زیاد و زیادتر میشه. چرا؟ دوستان ما زمانی که از زمین بالا میریم، آیا انرژی در ما بیشتر نمیشه؟ دوستان تصور کنید که شما از زینه بالا میرید. شما هر چقدر که از زینه بالا میروید، ارتفاع شما نسبت به زمین بالاتر میشه، نه؟ شما اگر از بالای زینه بیفتین، آیا محکم به زمین برخورد نمیکنین؟ یعنی شما انرژی زیاد دارین. هر چقدر که الکترون ها در مدارهای بالاتر نسبت به هسته قرار میگیره، دارای انرژی های کلانتر میشه. حالا در رابطه با این موضوع صحبت زیاد داریم، در ادامه بیشتر توضیح میدیم. مدل اتمی بعدی مدل کوانتومی اتمی هست یا مکانیک کوانتومی اتم است. در مدل کوانتومی ما میگوییم که الکترون ها در فضای ابرگونه به دور هسته اتم با سرعت فراوان در حال گردشه. الکترون به قدری پرسرعت هست که کسی نمیتونه او را ببینه، چون بسیار سریع حرکت میکنه. از طرفی ما فقط میتونیم حدس بزنیم الکترون در چه مکانهای شاید بیشتر احتمال حضور او باشه. حالا بعداً میگوییم حتی در این مکانها اوربیتال میگوییم که مثلا میگوییم در احتمال 95% شاید الکترون در این مکان حضور داشته باشه. دوستان که شما در شکل نگاه کنید، هرچه در هسته نزدیک هستیم شما الکترون های زیادتر میبینین و هر چقدر که از هسته ما دورتر میشیم، پراکندگی ها زیادتر میشه، تفرق ها زیادتر میشه و الکترون ها از هم دورتر میشه. یک مثال دیگه، شما تصور بکنید که رفتین زیر درخت توت و میخواین توت بخورین. شما هر چقدر که در درخت نزدیکتر میشین، توتای زیر درخت زیادتره. هر چقدر که از درخت دور میشین، توت کمتر میبینید. حالا در مدل ابر الکترونی شما هر چقدر که در هسته نزدیکتر میشید، تراکم الکترون ها زیادتره و هر چقدر که شما از هسته دور مورید، الکترون ها دورتره و احتمال در واقع حضور و دیدن آنها کمتر میشه. حالا میخواییم برای شما معرفی کنیم این ذراتی که در داخل اتم بود هر کدام چه خصوصیات و ویژگی هایی را دارن. خب دوستان، در داخل اتم 3 نوع ذره وجود داره. ذره‌ای داریم به نام الکترون که الکترون گفتیم چارج منفی داره. الکترون در فضای پیرامون هسته با سرعت فراوان در حال گردش و چرخش هست. پروتون چی هسته؟ پروتون ذره‌ای هست، او هم در داخل هسته که چارج برقی اون مثبته و به لحاظ میزان چارج برقی یا قیمت چارج برقی با الکترون برابری میکنه. ذره دیگری داریم به نام نیوترون. نیوترون هم در داخل هسته وجود داره و کاشف نیوترون شخصی بود به نام آقای جیمز چادویک. در واقع آقای چادویک با کشف نیوترون توانست کتله اتم حساب بکنه.
پس دوستان چند ذره در داخل هسته اتم داریم؟ چه ذراتی؟ آفرین، 2 ذره. چیا هست؟ پروتون، نیوترون. این 2 ذره همیشه در داخل هسته اتم هست. و کدام ذره از هسته بیرون هست؟ درسته، الکترون. الکترون به لحاظ چارج برقی با پروتون برابری میکنه. چارج برقی الکترون شما -1 در نظر بگیرید، ولی نگوید یک چی؟ 1 کولوم، 1 گرم. فعلا شما کار در واحد اون نداشته باشید. چارج برقی الکترون فقط بگویید -1. چارج پروتون فعلا فقط بگویید -1. ان شاء الله شما در فیزیک های صنف 10 یا 11 یاد میگیرید که واحد اندازه‌گیری این ذرات چی بوده که ما الان برای شما فعلا نگفتیم. نیوترون ذره‌ای هست خنثی بدون بار در داخل هسته اتم قرار داره. راستی دوستان، ما یک نکاتی را در رابطه با چارج های برقی باید بلد باشیم. اون نکات چیه؟ یک نکته ای هست که چارج های برقی همنام همدیگر را دور میکنه، همدیگر را دفع میکنه. شما نگاه کنید، اگر شما آهنربا داشته باشید و قطب هایی که مثل همدیگه باشه، آیا همدیگر را جذب میکنه یا دفع میکنه؟ همدیگر را دور میکنه، دفع میکنه. چارج برقی هم در همین شکله. چارج های برقی همنام همدیگر را دفع میکنه، ولی اونایی که ناهمنام باشه مثل 2 قطب ناهمنام آهنربا، اینا همدیگر را جذب میکنه. حالا یک سوال، ما که میدونیم چارج های برقی همنام همدیگر را دفع میکنه، پس چطور میشه که یک عالمه پروتون در داخل یک هسته کوچیک کنار هم قرار میگیره ولی همدیگر را دفع نمیکنه؟ چی رقم میشه؟ دوستان، نیوترون ذره‌ای هست که بین پروتون ها میانجیگری میکنه. میگه شما همدیگر رو بور نکنید، با هم دوست باشید. نیوترون میانجیگری میکنه، ذره‌ای هست که خنثی هست و کمک میکنه که پروتون ها در داخل یک هسته کوچک در کنار هم قرار بگیره ولی همدیگر را دفع نکنه. بریم سراغ کتله. نگفتیم الکترون بسیار پرسرعته، کسی نمیتونه او رو ببینه؟ سرعت بالای الکترون به خاطر کتله خیلی کم الکترون هست. الکترون کتلش بسیار بسیار کم و تقریبا نزدیک به صفره. به همین خاطر ما در محاسبات میگوییم الکترون کتله نداره. پروتون و نیوترون کتله هاشون بسیار به هم نزدیکه، اما هر دو رو تقریبا 1 میگیریم. شاید پرسان کنید خب 1 چیه؟ شما که نگفتین واحدش چیه؟ 1 کیلوگرم، 1 گرم، 1 میلی گرم؟ نه، ما فعلا در شما واحد نمیگیم چون زود هنوز. ما یکم درس بیشتر ببریم، شما رو با مسائل بیشتر آشنا بکنیم، در شما واحدهای اندازه‌گیری کتله های این ذره ها رو معرفی میکنیم. نمبر اتمی چیه؟ دوستان، در جهان هستی ما اتم های زیادی داریم، عناصر زیادی داریم. عنصرها بر طبق یک ملاک شماره گذاری و در واقع نوع‌بندی میشن. حالا این ملاک چی هست؟ ملاک تعداد پروتون های داخل هسته می باشه. خب ما که نفهمیدیم یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر یک اتم یافت بشه که در هسته خود فقط 1 پروتون داشته باشه، ما در اون میگوییم عنصر شماره 1. پس اگر 1 پروتون در هسته داشته باشه میشه عنصر شماره 1. حالا بعداً یاد میگیرید ما در عنصر شماره 1 هیدروژن میگوییم. اگر اتمی باشه که در هسته خود 2 پروتون داشته باشه میشه عنصر شماره 2. بعداً یاد میگیرید او هلیوم میگوییم. اگر اتمی در هسته خود مثلا 12 پروتون داشته باشه میشه عنصر شماره 12. حالا یک سوال دیگه، به نظر شما اتم شماره 80 در هسته خود چند پروتون داشته؟ آفرین، 80 پروتون داشته. شاید کسی سوال کنه مگه شما نگفتین اتم خنثیه؟ چرا ما گفتیم؟ شما نگفتین اتم هر چقدر که پروتون داره همونقدر باید الکترون داشته باشه؟ خب بله، این را میگوییم اتم خنثیه، یعنی هر چقدر که چارج مثبت داره همونقدر چارج منفی داره. خب چارج مثبت مگه پروتون نیه؟ بله هست. خب چطور میشه که شما میگوین ملاک شماره گذاری فقط پروتون باشه، چرا الکترون نباشه؟ خب بله درست میگوین، یک اتم در حالت عادی هر چقدر که پروتون داره همونقدر الکترون داره. مثلا همون عنصر شماره 80 که در هسته خود 80 پروتون داره چند الکترون باید داشته باشه؟ 80 الکترون. ولی ما ملاک شماره گذاری را فقط تعداد پروتون های داخل هسته میگیریم. علت این هست که کسی نمیتونه هسته اتم دستکاری کنه، 1 پروتون در هسته اتم اضافه کنه یا حتی 1 پروتون از هسته اتم کم کنه. ولی امکان وجود داره که ما بتونیم الکترون ها رو کم و زیاد کنیم. پس اگه الکترون کم و زیاد بشه خب این محاسبات به هم میخوره، اشتباه میشه، نوع عنصر عوض میشه و ما میدونیم که این امکان وجود نداره.
پس از این خاطر که ما در شناسایی عناصر اشتباه نکنیم. ملاک را فقط تعداد پروتون های داخل هسته قرار میدیم، او را با زیدم نشان میدیم. مثلا میگوییم اگر که عنصر شماره 4 بریلیوم باشه، زید او مساوی 4. مثلا عنصر شماره 6 اگه کربن باشه، زید او مساوی 6. ما قبول داریم که کربن اگر 6 پروتون داره 6 الکترون داره، ولی کاری با الکترون فعلا نداریم، فقط برای ما پروتون ها مهم هستن. حالا جای این زید کجایه؟ زید کجا نوشته کنیم؟ دوستان ما وقتی که یک عنصر رو میخوایم معرفی کنیم، او را به شکل کلی با حرف انگلیسی ای معرفی میکنیم. ای اول حرف element در معنای عنصره. او را با این نشون میدیم و جایگاه نمبر اتمی در گوشه سمت چپ و پایینه. من نوشته کردم E5، یعنی منظور من element شماره 5 یا عنصر شماره 5. یک مثال دیگه شما تصور کنید میخوام برای کربن نوشته کنم. کربن با حرف C بزرگ انگلیسی نوشته میشه. کربن عنصر شماره 6، من این 6 در گوشه سمت چپ و پایین در اینجا نوشته میکنم، میشه کربن عنصر شماره 6. پس دقت کنید ما نمبر اتمی رو با چه حرفی نشان میدیم؟ با حرف زید. اگر یک عنصر در هسته خود 14 پروتون داشته باشه، عنصر شماره چند میشه؟ آفرین 14. زیدش چنده؟ ویم 14. اگر خنثی باشه چند الکترون داره؟ آفرین 14 الکترون. حالا میخوایم که برای شما اسم چند عنصر رو معرفی کنیم. شما که اسامی را بلد نیستین فعلا. عنصر شماره 1 اسمش هیدروژنه. او را با H بزرگ انگلیسی نشان میدیم. H بزرگ این نمبر 1 هم در گوشه سمت چپ و پایین نوشته میشه. عنصر شماره 2 هلیوم با نمبر 2. عنصر شماره 3 لیتیوم با نمبر 3. و به همین ترتیب ما عناصر میتونیم که شماره گذاری و نامگذاری کنیم. نکته که هست دوستان اینه که اگر یک عنصری را بخوایم فقط با یک حرف انگلیسی نشان بدیم، او یک حرف باید با حرف بزرگ انگلیسی نوشته کنین، مثل هیدروژن با H بزرگ انگلیسی. منتها اگر یک عنصری با 2 حرف بخواهی که نشان داده شوه، قاعده ایه حرف اول حرف بزرگ، حرف دوم حرف کوچک، مثل هلیوم، مثل لیتیوم. پس اگر 2 حرف باشه، حرف اول حرف بزرگ، حرف دوم حرف کوچک. خب برای شما 18 عنصر اول در جدول نشان دادیم. از اینجا قرائت کنیم. عنصر شماره 1 هیدروژن، عنصر شماره 2 هلیوم، شماره 3 لیتیوم، شماره 4 بریلیوم، شماره 5 برون، شماره 6 کربن، شماره 7 نیتروژن، شماره 8 اکسیژن، شماره 9 فلورین، شماره 10 نیون، شماره 11 سدیم، شماره 12 مگنزیم، شماره 13 آلومینیوم، شماره 14 سیلیکون، شماره 15 فسفرس، شماره 16 سلفر، شماره 17 کلورین، شماره 18 آرگون هستند. یک خواهش من از شما دارم. به عنوان کار خانگی تا جلسه آینده شما نام عناصر کیمیایی به همراه شماره اونها رو حفظ میکنین. مثلا من پرسان میکنم عنصر شماره 6 چیه؟ بلا فاصله میگید کربن. میگم عنصر شماره 17 چیه؟ فوری میگین کلورین. میگم شماره 11 چیه؟ فوری میگین سدیم. میگم آلومینیوم چنده؟ شما میگید 13. میگم سیلیکون چنده؟ شما میگین 14. پس شما علاوه بر اینکه طریقه نوشتن او را یاد میگیرید، حتی ترتیب اینها را باید در خاطر بسپارید. خب حالا میخوایم که مدل اتمی بور را برای شما رسم کنیم و قبل از رسم مدل اتمی بور یک سری قواعد در شما یاد بدیم. قاعده اول یا نکته اول چیه؟ اینه که به گرد هسته اتم تا به امروز 7 قشر یا 7 لایه وجود داشته. شاید بگوید 8 لایه نمیشه. چرا 8 لایه میشه؟ ولی لایه 8م خالیه. دیگه رسمش برای ما کاری نداره. نکته دومی هستش که ما سویه ها یا قشرها را از پایین در بالا شماره گذاری میکنیم. وقتی میگویم قشر اول یعنی اولین قشر نزدیک به هسته. قشر دوم یعنی قشر بالای قشر اول و به همین طریق شماره ها زیادتر و لایه ها بالاتر میره. نکته شماره 3 این نمبر کوانتوم اصلی نام داره. پس این چیه؟ نمبر کوانتومی
اصلی و در واقع این شماره لایه ها و انرژی لایه ها را نشان میده. هر چقدر که n بالاتر میره مقدار انرژی لایه ها زیادتر میشه. شما هر چقدر که از زینه بالاتر میرین انرژی شما زیادتر میشه. از کجا فهمیدم؟ از اون بالا خود رو بنداز پایین. ببین چقدر محکم میخوری. پس هر چقدر که ما از هسته دورتر میشیم انرژی لایه ها و الکترون هایی که در لایه ها هست زیادتر میشه. یک مثال، مثلا ما سویه اول با n مساوی ده 1 نشان میدیم. سویه دوم با چی نشان میدیم؟ n مساوی به 2. سویه پنجم n مساوی به 5. دوستان n مساوی به 7 یعنی چی؟ یعنی سویه هفتم. حالا یک سوال دیگه، سویه هفتم انرژی بالاتر داره یا سویه چهارم؟ آفرین، سویه هفتم. سویه اول انرژی کمتر داره یا سویه ششم؟ آفرین، سویه اول. پس ما هر چقدر که بالاتر میریم انرژی سویه ها زیادتر میشه. خب نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی هست که شما زمانی که مدل اتمی بور رو میخواین رسم کنین، قاعده میگه که اولین مدار یا اولین سویه که نزدیک هسته اتم هست فقط با 2 الکترون پر میشه. یعنی شما حق ندارید در مدار اول بیشتر از 2 الکترون جای بدین. کار اشتباهی هست. نکته بعدی چیه؟ دومین سویه با 8 الکترون پر میشه. شما میخواین برای یک عنصری که الکترون زیاد داره مدل اتمی بور رسم کنید. اولا که شما از سویه اول شروع به پر کردن میکنید. سویه اول با چند تا پر میشه؟ با 2 تا. اضافه کرد اشکال نداره، در مدار دوم میریم. دوم با چند تا پر میشه؟ با 8 تا. خب بازم اضافه کرد اشکال نداره. در سویه سوم میریم. سوم با چند تا پر میشه؟ با 18 تا. حالا در این شکل نگاه کنید. ما سویه ها رو هم میتونیم با نمبرهای 1 2 3 4 تا 6 نشان بدیم یا 7 نشان بدیم. هم میتونیم از حروف انگلیسی استفاده کنیم. در عنوان مثال در سویه اول میگیم سویه کی. در سویه دوم چی میگویم؟ نگاه کنیم. سویه L. سویه سوم M. سویه چهارم N. شما اگر از حروف انگلیسی هم استفاده کنین صحیحه، اگر هم نمبرم بگوین بازم صحیحه. خب میخوام برای عنصر هیدروژن مدل اتمی بور رسم کنم. دوستان هیدروژن عنصر شماره چنده؟ آفرین، عنصر شماره 1. حالا که عنصر شماره 1 هست در هسته خود چند پروتون باید داشته باشه؟ 1 پروتون. خیلی عالیه. نگاه کنید هیدروژن در هسته خود چند پروتون داره؟ 1 پروتون. چند الکترون باید داشته باشه؟ خب بازم 1 الکترون. در مدار اول از او شما 1 الکترون رسم میکنید، خلاص. این میشه مدل اتمی بور برای هیدروژن. عنصر بعدی عنصر هلیوم هست. هلیوم عنصر شماره 2. یعنی که هلیوم در هسته خود چند پروتون باید داشته باشه؟ آفرین، 2 پروتون. این هم اتم هلیوم 2 پروتون در هسته خود داره و 2 الکترون قاعدتاً باید داشته باشه. خب دوستان مگه ما نگفتیم مدار اول با 2 الکترون پر میشه؟ 2 تاشو من پر کردم. آیا باز لازمه که مدار دوم رسم بشه؟ نه، مدار دوم خالیه. خب بر همون اساس می‌خوایم که برای عنصر سدیم که شماره 11 هست میخوام براش مدل اتمی بور رسم کنم. چون در شروع کاریم و شما هنوز شماره ها رو حفظ نیستین، من فقط شما تقلب میرسانم. سدیم عنصر شماره 11 هست، یعنی که 11 پروتون در هسته خود باید داشته باشه. خب سدیم چند الکترون در کار داره؟ چند تا؟ 12 تا؟ چند تا؟ آفرین، 11 تا. خب میخوام سویه ها رو پر کنم. از سویه اول باید شروع در پر کردن کنم. در سویه اول چند الکترون نوشته کنم؟ آفرین، 2 الکترون در سویه اول نوشته میکنم، ولی هنوز الکترون مانده. در سویه دوم چند تا جای میشه؟ آفرین، 8 تا جای میشه. ای 2 ای 4 ای 6 ای هم 8. آیا هنوز مانده که الکترون بکشم؟ بله مانده. بشماریم تا حالا ما چند تا الکترون کشیدیم. 2 تا در سویه اول، 8 تا در سویه دوم. چقدر میشه همه‌اش؟ میشه 10 تا. چند تا مانده؟ آفرین، 1 دانه مانده. این 1 دانه را در آخرین سویه نوشته میکنم. تنها در سویه سوم نوشته میشه. خب دوستان در شکل نگاه کنید. شما برای اتم سدیم چند قشر رو میبینید؟ چند لایه میبینید؟ بشماریم با هم دیگه. ای 1 ای 2 ای 3. دوستان این را نشمارید، این هسته ها، این را نشمارید. ای 1 ای 2 ای 3. پس سدیم 3 تا قشر
داره. در آخرین قشر خود چند الکترون داره؟ نگاه کنید، قشر آخر مگه این نیسته؟ چند الکترون داره؟ 1 الکترون. این رو در خاطر داشته باشید. پس سدیم 3 قشر داره و در قشر آخر خود 1 دونه الکترون داره. حالا ببین به چه دردی میخوره؟ در شما میگیم کاربردش چیه؟ برای یک عنصر دیگه هم رسم بکنیم. یک عنصر مثل نیتروژن. نیتروژن چون شما فعلا نمیدونید عنصر شماره 7 است. حالا که شماره 7 در هسته خود چند پروتون باید داشته باشه؟ آفرین، 7 پروتون باید داشته باشه. این هسته نیتروژن این هم 7 پروتون در داخلشه. میخوام براش مدارها رو رسم کنم. مدار اول رسم میکنم. مدار اول با چند الکترون پر میشد؟ با 2 دانه. این همی 2 تایشه. مدار بعدی رو رسم میکنم. دوستان در مدار بعدی باید چند الکترون بکشم؟ آها، این 7 الکترون باید داشته باشه. چند تایش مصرف شد؟ 2 تایشی. چند تا مانده؟ 5 تا مانده. آیا 5 تا جایی موشه؟ بله، 3 تا دیگه هم هنوز جا داریم. پس این 2، این 4، این هم 5 تا. حالا نکته که میخوام بگم چیه؟ دوستان من یک کار خانگی برای شما دارم. کار خانگی چیه؟ شما بعد از اینکه اسم عناصر حفظ کردین، شما 18 تای اولی رو حفظ میکنین. بعد برای 18 تا از هیدروژن تا آرگون مدل اتمی بور میکشین. خب بعدش چی؟ بعدش ایه. شما نگاه میکنید برای عناصری که مدل اتمی بور رسم کردین، در قشر آخر از او که ما دو قشر ولانس میگیم. پس الان یاد بگیرید ما در بالاترین قشر برای هر عنصر قشر ولانس میگوییم. نگاه کنید در قشر ولانسش چند الکترون برای شما باقی مانده. بعد که شما این رو فهمیدین مرتب کردین، اینها رو در یک جدول برای از ما مرتب میکنید. در اسلاید بعدی نگاه کنید. پس اولا که ولانس به تعداد الکترون ها در بالاترین قشر گفته میشه. در تعداد الکترون در بالاترین قشر. شما در این شکل 8 گروپ میبینید. از 1 تا 8 برای شما گروپ نوشته کردیم. شما برای 18 تا عنصر مدل اتمی بور کشیدین. حالا میایین عناصر بر اساس تعداد الکترون های ولانسی برای گروپ ها برای از ما مرتب میکنید. شاید بگید ما که نفهمیدیم چیکار کنیم. بیایم برگردیم به صفحه قبلی. دوستان برای سدیم در قشر ولانسش چند الکترون ماند؟ 1 الکترون. پس شما سدیم در گروپ 1 باید نوشته کنید. چرا؟ چون 1 الکترون ولانسی بیشتر نداره. در نیتروژن نگاه کنید. در قشر ولانسش چند الکترون مانده؟ 5 الکترون. پس شما نیتروژن در گروپ 5 برای من نوشته میکنید. حالا یک مثال دیگه. مثلا برای یک فلزی مثل کربن. کربن عنصر شماره چند؟ 6. کربن در هسته خود 6 پروتون داره. چند الکترون باید داشته باشه؟ 6 الکترون. در مدار اول 2 الکترون، در مدار دوم 4 الکترون باید داشته باشه. خب دوستان کربن در قشر ولانسش چند الکترون مانده؟ 4 الکترون. پس کربن در گروپ 4 تعلق داره. تا اینجا فهمیدین من چی گفتم؟ حالا یک کار دیگه مونده. شما نگاه میکنین که در یک گروپ چند عنصر تعلق میگیره. مثلا در گروپ 1 هیدروژن هم میشه، لیتیوم هم میشه، سدیم هم میشه. من چقدر مرتب کنم؟ شما این رو از کم تا زیاد مرتب کنید. اول هیدروژن که سبکتره شماره 1، بعد لیتیوم که شماره 3 هسته، بعد سدیم که 11 میشه. این شکلی. اول هیدروژن رو نوشته میکنید چون کوچولوتره، بعد لیتیوم، بعدم سدیم رو نوشته میکنید. دوستان اگه در یک گروپ 2 عنصر یا 3 عنصر تعلق گرفت، باید شما از کم تا زیاد نوشته کنین. این به عنوان کار خانگی به عهده شما. خب بریم چند سوال کانکوری و احتمالی کانکوری با هم دیگه حل بکنیم. سوال اول گفته که توسط کدام عالم نام اتم بالای ذرات گذاشته شد؟ گزینه 1 دالتون، گزینه 2 دموکراتس، گزینه 3 رادرفورد، گزینه 4 موزلی. کدام گزینه میشه؟ آفرین، گزینه 2 میشه دموکراتس. سوال بعدی گفته کدام عالم برای اولین بار به وجود چارج برقی در اتم پی برد؟ گزینه 1 دالتون، گزینه 2 تامسون، گزینه 3 رادرفورد، گزینه 4 موزلی. کدام عالم میشه؟ آفرین که شما اینقدر درس با دقت گوش کردین. گزینه 2 تامسون. سوال بعد کدام مدل اتمی در منظومه شمس شهرت داره؟
گزینه 1 مدل ابر الکترونی. گزینه 2 مدل اتمی تامسون. گزینه 3 مدل اتمی بور. گزینه 4 مدل کوانتومی. کدام گزینه میشه؟ بله، گزینه 3 میشه. سوال بعد، کدام مدل اتمی در کیک کشمشی شباهت داره؟ گزینه 1 مدل اتمی بور. گزینه 2 مدل اتمی تامسون. گزینه 3 مدل کوانتومی. گزینه 4 هیچ کدام. کدام گزینه میشه؟ آفرین، مدل تامسون. خب امیدوار هستیم که از درس امروز به اندازه کافی استفاده کرده باشین. شما را به خدا می سپاریم. پیروز و موفق باشین.